اکثر زبان آموزا یه مسیر مشابهی رو طی میکنن. اونم اینه که میرن یه کتاب انگلیسی میخرن، میارن خونه، شروع میکنن از همون صفحات اول خوندن، بعد هر لغتی که باش ناشنان زیرش خط میکشن، معنیش رو معمولا از توی دیکشنری پیدا میکنن و مینویسن، بعد سعی میکنن اون لغات رو در واقع حفظ بکنن. اما اتفاقی که میفته اون چیزیه که برای برادر من اتفاق افتاده. کتاب What Katie Did رو در واقع گرفته، بعد شروع کرده خوندن این کتاب. حالا ایشون پشتکارش یه ذره زیاد بوده، تا صفحه 30-40 خونده، اما نگاه بکنید توی هر صفحه تقریباً 60-70 تا لغت هست که ایشون بلد نبوده و اینا رو زیرش خط کشیده، خواسته معنیش رو یاد بگیره. ولی خب طبیعتاً این روش برای خوندن کتاب انگلیسی خیلی مناسب نیست و یادگیری خاصی هم اتفاق نخواهد افتاد. اگر شما یک کتاب انگلیسی رو درست بخونید، خوب بخونید، میتونه هم لغتتون بهتر بشه، هم گرامرتون بهتر بشه، رایتینگتون بهتر بشه و حتی میتونه اسپیکینگ شما رو هم به نحو بسیار خوبی تقویت بکنه. توی این ویدیو من میخوام به شما 20 تا نکته رو بگم که اگر اون نکات رو رعایت بکنید، به احتمال خیلی زیاد ریدینگ یا خوندن کتاب انگلیسی باعث میشه که سطح زبان شما در عرض چند ماه چندین لول بره بالاتر. پس با این ویدیو همراه باشید. نکته اول، با سخت‌ترین کتاب شروع نکنید. یه ذهنیت غلطی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم اگر کتاب سختی رو در واقع انتخاب بکنیم چیزای بیشتری یاد میگیریم. این تصور نادرسته. مثلا اگر سطح شما B1 هستش و برید سراغ کتابایی مثل سیپینز یا The Black Swan، نه تنها با لغات بسیار در واقع سطحتون بالاتری مواجه میشید، بلکه ساختارهای طولانی جمله، مفاهیم انتزاعی و ساختارهای کانولوتد رو هم شاهد خواهید بود و این باعث میشه که شما نتونید این کتاب‌ها رو ادامه بدید. اینجور موقع‌ها اتفاقی که میفته اینه که انگار شما دارید یه امتحان در واقع زبان انگلیسی میدید. به جای اینکه داستان رو یا ایده رو دنبال بکنید، مدام در حال رمزگشایی در واقع از کتاب هستید و این باعث میشه که شما بعد چند صفحه، بعد چند 10 صفحه 20 صفحه شما ناامید بشید، کتاب رو بذارید کنار. برای سطح B1 من میرم سراغ کتابی مثل The Diary of a Wimpy Kid. این کتاب لغت جدید داره اما تعدادش اونقدری نیست که شما متوجه در واقع داستان کتاب نشید. مثلا صفحه اولش این شکلیه: Friday. For me, summer vacation is basically a 3-month guilt trip. خب اینجا احتمالاً guilt trip رو شما نمیدونید، سطحتون اگر B1 باشه. اینو یاد میگیرید اینجا. Just because the weather is nice, everyone expects you to be outside all day frolicking or whatever. احتمال خیلی زیاد frolicking رو بلد نیستید. And if you don't spend every second outdoors, people think there's something wrong with you. But the truth is, I've always been more of an indoor person. The way I like to spend my summer vacation is in front of the TV, playing video games with the curtains closed and the lights turned off. تو این صفحه احتمالاً 2 یا 3 کلمه بیشتر نیست که شما بلد نیستید. برای همین یادگیری اتفاق میفته. نه تنها یادگیری اتفاق میفته، بلکه داستان رو هم شما میتونید فالو بکنید. یا مثلا برای سطح B2 من احتمال خیلی زیاد میرم سراغ کتابی مثل Animal Farm و وقتی در واقع لولم رو ارتقا دادم، رسیدم به سطح C1، اون موقع است که میرم Black Swan رو میخونم و ازش لذت میبرم و یاد هم میگیرم. پس قانون سادمون اینه: کتابی که میخونیم ما رو باید به چالش بکشه ولی ما رو نباید شکست بده. سخت‌ترین کتاب بهترین کتاب برای یادگیری نیست. در واقع بهترین کتاب اونیه که بتونید شما ادامش بدید. نکته دوم، از قانون 95% استفاده بکنید. این قانون این شکلیه که شما یک کتاب رو باز بکنید و شروع بکنید یه صفحه معمولی رو ازش خوندن. اگر بیشتر از 90 یا 95% این کتاب رو متوجه میشید، اون کتاب مناسب سطح شما هست. اما اگر مثلا شما زیر 80%، زیر 85% متوجه میشید، مفهومش اینه که این کتاب برای سطح شما مناسب نیست. نکته‌ای که هست اینه که شما 100% متن رو هم نباید متوجه بشید، چون اگر 100% رو هم متوجه بشید، اون موقع چیز جدیدی برای یادگیری نخواهد بود. بنابراین
شما یه سفر رو باز بکنید، شروع بکنید به خوندن. مثلا بذارید من این کتاب The End of History and The Last Man مال یه فیلسوف امریکایی فرانسیس فوکویاما، خیلی مشهور هستش، حالا اگر به سیاست علاقه‌مند باشید میشناسید. The 20th century, it is safe to say, has made all of us into deep historical pessimists. As individuals, we can of course be optimistic concerning our personal prospects for health and happiness. By long-standing tradition, Americans as a people are said to be continually hopeful about the future. But when we come to larger questions, such as whether there has been or will be progress in history, the verdict is decidedly different. خب اینجا مثلا احتمالاً برای کسی که سطحش B2 هستش لغاتی مثل verdict، مثل decidedly شاید، بعد مثل prospect، اینا شاید جدید باشه. یا مثلا the soberest and most thoughtful minds of the century have seen no reason to think that the world is moving toward what we in the West consider decent and humane political institutions. That is, liberal democracy. خب این کتاب لغاتی که برای سطح B2 خواهد داشت زیاده. بنابراین این کتاب رو نگه می‌داریم برای کی؟ برای وقتی که سطحمون C1 شد. این کتاب رو اگر یک کسی که سطحش B2 هستش بخونه، احتمال خیلی زیاد بیشتر از 70%ش رو متوجه نشه. پس قانون 95% به ما میگه که این کتاب رو نگه داریم برای سطح C1. یا یک کتاب دیگه من براتون مثال بیارم. The Old Man and the Sea. ببینید شما این رو بخونید احتمال خیلی زیاد بیشترش رو متوجه میشید و این باعث میشه که ریدینگ فلو در واقع جریان پیدا بکنه. شما از داستان دیسکانکت به قول معروف نشید. این خیلی خوبه. برای کسی که سطحش B2 هستش این داستان خیلی خوب و مفید خواهد بود. نکته اینه که اگر شما هر 30 ثانیه اینو متوقف بکنید، برید دیکشنری چک بکنید، گوشتون رو چک بکنید، لغت بخواید در بیارید، اون ریدینگ فلو اتفاق نمیفته. شما احساسات اون مرد پیر دی اولد من رو متوجه نمیشید و داستان در واقع جریان پیدا نمیکنه. بنابراین به جای اینکه خودتون بپرسید که آیا همه لغات این کتاب رو میدونم یا نه، از خودتون بپرسید که آیا میتونم بدون توقف زیاد مفهوم اصلی رو دنبال بکنم؟ میتونم متوجه بشم که چی داره بر سر این پیرمرد میاد تو این داستان؟ نکته سوم، ببینید کتابی رو انتخاب بکنید که واقعا بهش علاقه‌مندید. شما توی زبان فارسی اگر به رمان جنایی علاقه نداشته باشید میتونید اون کتاب رو بخونید، طبیعتا نمیتونید بخونید، چه برسه به زبان انگلیسی. اگر علاقه‌مند به روانشناسی هستید برید کتابای روانشناسی بخونید. اگر رمان دوست دارید برید رمان بخونید. اگر به تاریخ یا تکامل علاقه‌مندید خب بیاید سیپین رو بخونید. یا هر چیزی، هر موضوعی. کتابی رو اگر دوست نداشته باشید به احتمال خیلی زیاد نمیتونید اون رو ادامه بدید خوندنش رو. سوال در واقع این نیست که بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی چیه. سوال بهتر اینه که کدوم کتاب رو انتخاب بکنم که فردا دوباره بخوام خوندنش رو ادامه بدم. این کنسیستنسی بسیار مهمه. علاقه باعث میشه شما ابهام رو تحمل بکنید. اگر کتاب رو دوست داشته باشید، حتی اگر چند تا کلمش رو هم بلد نباشید، باز دوست دارید به خوندن اون کتاب در واقع ادامه بدید. قانون من اینه، کتابی رو انتخاب میکنم که اگر ترجمه فارسی اون کتاب رو هم بذارن جلوم، باز دوست داشته باشم اون کتاب رو بخونم. نکته چهارم، همه لغات جدید رو یادداشت نکنید. ببینید یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها اینه که تصور میکنیم که هر کلمه ناشناخته‌ای رو که توی کتاب میبینیم باید توی دفتر لغتمون در واقع یادداشت بکنیم. بعضیا 20 ثانیه کتاب میخونن، بعد 120 ثانیه دیکشنری چک میکنن. خب طبیعتاً این خوندن این کتاب ادامه دار نخواهد بود دیگه. بعد یه مدت میبینیم که دفترمون پر لغات جدید شده و در واقع حس خوندن اون کتاب از بین رفته. و یادمون هم باشه که ما مغزمون یه سچوریشن پوینت داره دیگه، نقطه اشباع داره. مفهومش اینه که شما روزانه شاید در بهترین حالت به صورت کاربردی بیشتر از 20 لغت رو نتونید یاد بگیرید.
اگر شما سعی بکنید روزی مثلا 100 تا لغت در بیارید، 100 تا رو بخونید و یاد بگیرید، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی یه چیز طبیعی نیست. افراد غیر طبیعی رو بذاریم کنار، ولی افراد طبیعی معمولا بیشتر از 20 تا ماکسیموم 30 تا لغت رو در روز نمیتونن یاد بگیرن. پس همه لغات رو یادداشت نکنید. همه لغات رو سعی نکنید توی دیکشنری چک بکنید. یکی از مهارت‌هایی که شما باید توی خودتون تقویت بکنید اینه که سعی بکنید معنی لغات رو بسته به کانتکست، یعنی بافت متن، حدس بزنید. نکته مهمتر اینه که لازم نیست شما چیزایی که از توی در واقع اون صفحه اون کتاب در میارید همشون لغت باشن. شما میتونید کالوکیشن ها رو در بیارید، یا گاهن مثلا اگر رومانی چیزی باشه ایدیماتیک اکسپرشن ها رو در بیارید و اینها رو یادداشت بکنید و بخونید. مثلا موقع خوندن کتابی مثل Why We Sleep که من اینجا فکر میکنم دارمش، نه آره، مثلا موقع خوندن کتابی مثل Why We Sleep شما نیاز نیست همه در واقع اصطلاحات علمی رو، ترکیبات در واقع علمی رو یاد بگیرید از اینجا، بلکه میتونید ترکیبات خوبی که بعداً هم به دردتون میخوره اونا رو یادداشت بکنید و بخونید. مثلا sleep deprivation یعنی محرومیت از خواب، یعنی کمبود در واقع خواب، یا long term effects تأثیرات دراز مدت. اینا شاید ارزش یادگیریشون بیشتر از ارزش یادگیری در واقع لغات مجزا باشند. نکته پنجم اینه که وقتی یه لغتی رو نمیدونید سریع نرید سراغ دیکشنری. اول سعی بکنید بسته به بافت متن، کانتکست متن، همونجوری که گفتم، معنی لغات رو حدس بزنید. خیلی جاها جمله های قبلش، جمله های بعدش، فضای کلی داستان به شما کمک میکنه که معنی لغت رو بهتر متوجه بشید. در واقع اینطوری بگم بهتون، دیکشنری قرار نیست لغت رو به شما یاد بده، بلکه دیکشنری باید حدس شما رو راجع به معنی اون لغت تأیید بکنه. پس مستقیم نرید سراغ دیکشنری. اول سعی بکنید که معنی اون لغت رو از توی متن حدس بزنید. من یه قانون ساده دارم برای خودم. اگر ندونستن معنی کلمه‌ای مانع فهم داستان نمیشه، فعلا از اون لغت من عبور میکنم، چون ضربه خاصی به خوندن در واقع متن به من وارد نمیکنه. اگه دوباره تکرار شد حدس میزنم. اگر باز تکرار شد و دیدم که در واقع برای فهمیدن اون داستان، برای فهمیدن اون کتاب خیلی ضروری هستش، اون موقع است که میرم سراغ دیکشنری. نکته ششم، فقط معنی کلمه رو حفظ نکنید، بلکه الگو و ساختاری که در واقع توش استفاده میشه رو اونو یاد بگیرید. بخوام مثال بزنم، مثلا توی کتاب Becoming نوشته خانم میشل اوباما، شما ممکنه با لغت در واقع ریلایز مواجه بشید. ریلایز یعنی تشخیص دادن، متوجه شدن. من این رو به صورت ریلایز متوجه شدن نمی نویسم، بلکه اون ساختاری که در واقع ریلایز توش استفاده شده، مثلا I began to realize that، اون رو یادداشت میکنم. یعنی بالاخره فهمیدم یا شروع کردم به دونستن این که، و این ساختار بعدا خیلی به درد من میخوره توی جملاتی که در واقع خودم قراره بگم یا توی رایتینگ هایی که در واقع خودم میخوام بنویسم. اینطوری شما یه ساختار در واقع آماده‌ای توی ذهنتون هست که میتونید مفاهیمی که دوست دارید رو بذارید توش. مثلا I began to realize that success takes time. بالاخره فهمیدم که موفقیت نیاز به زمان داره. واقعیت اینه که مغز انسان داستان، موقعیت و جمله رو بهتر متوجه میشه تا لیستی از کلمات. بنابراین موقعی که با یک کلمه جدید مواجه شدید، زیر اون ساختار خط بکشید، نه فقط زیر اون کلمه. و این سوال رو خودتون بپرسید که توی چند تا موقعیت یا تو چه موقعیت‌های دیگه‌ای من میتونم از این ساختار استفاده بکنم. نکته هفتم اینه که به کالوکیشن ها یا ترکیبات طبیعی توجه بکنید. ببینید بعضی وقتا ما معنی کلمات رو میدونیم، اما مفهوم در واقع جمله یا مفهوم کلی رو متوجه نمیشیم. دلیلش اینه که توی زبان انگلیسی یه سری کلمات با همدیگه به کار میرن. کالوکیشن یعنی کلماتی که کنار هم به کار میرن. مثلا توی این کتاب The Power of Habit، خب ما کلی اصطلاح، نگم اصطلاح، کالوکیشن راجع به habit داریم. مثلا form a habit، break a habit،
change a habit. خب شما به جای اینکه، یعنی اینجا شما habit رو بلدید، قطعا بلدید. habit یعنی عادت. خب اما ساختار فرم habit رو شاید بلد نباشید. فرم habit رو بنویسید. break a habit رو بنویسید. ترک عادت چی میشه؟ میشه break a habit. خیلی اصطلاح قشنگیه، خیلی کالوکیشن قشنگیه. پس شما کاری که میکنید اینه که میاید اون کالوکیشن ها یا ترکیب های طبیعی رو در واقع یادداشت میکنید. اینطوری شما در واقع مجبور نیستید جملات رو، کل جملات رو از نو خودتون بسازید. این چانک ها، این کالوکیشن ها باعث میشه که شما سرعت اسپیکینگتون هم بره بالا. شما به جای اینکه فکر کنید که خب ترک عادت چی میشه، ترک چی میشه، عادت چی میشه، شما میدونید ترک عادت میشه break a habit. خب وقتی میخواید مثلا راجع به خودتون حرف بزنید میگید که I'm trying to break a bad habit، یعنی میخوام یه عادت بدم رو ترک بکنم. دیگه نیاز به تفکر خیلی زیادی ندارید. نکته هشتم اینه که هر روز چند دقیقه به صورت بلند بخونید. صدای خودتون رو بشنوید. اینطوری شما در واقع ریدینگ رو دارید استفاده میکنید برای تقویت اسپیکینگ خودتون. لازم هم نیست چند تا چپتر بخونید. کافیه روزی 5 دقیقه شروع بکنید به بلند خوندن. این بلند خوندن باعث میشه که خودتون رو بشنوید. گاهی وقتا حتی تلفظ در واقع خودتون رو اصلاح بکنید و به مرور زمان فلو اسپیکینگ شما هم بهتر بشه. وقتی شما دارید بلند میخونید فقط روی تلفظ کلمات در واقع تاکید نمیکنید، بلکه دارید یاد میگیرید که مثلا کجا مکس بکنید توی جمله، روی کدوم کلمه تاکید بکنید، در واقع استرس رو بذارید روی اون کلمه و چطور یک جمله طولانی رو توی بخش‌های کوچیک‌تر در واقع بتونید بخونید. یه روش 3 مرحله‌ای میتونید اجرا بکنید. اول یه پاراگراف رو توی سکوت در واقع با صدای، یعنی بلند نخونید، سعی کنید مفهومش رو متوجه بشید. بعد همون پاراگراف رو بلند بخونید. بعد اینکه بلند خوندید، بار سوم سعی بکنید احساسی‌تر و در واقع طبیعی‌تر و روون‌تر بخونید. حتی میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید، بعداً گوش بکنید و ببینید که در واقع چقدر دارید طبیعی و روون میخونید. طبیعتاً انتظاری نیست که شما مثل یک نیتیو اسپیکر بخونید این رو، اما این متد در واقع متد 1 2 3 و حتی 4 مرحله‌ای میتونه به شما کمک بکنه که اسپیکینگتون هم بهتر بشه. اگر کتابتون نسخه در واقع صوتی داره، سعی بکنید همزمان با خوندن کتاب به نسخه صوتیش هم گوش بدید. این کار رو میتونید توی چند مرحله انجام بدید. بار اول کتاب رو بذارید کنار و فقط به اون نسخه صوتی گوش بدید. نگران نفهمیدن چیزی هم نباشید. بار دوم همون بخشی که در واقع گوش دادید رو بیاد توی کتاب بخونید و این دفعه سعی بکنید چیزایی که توی شنیدن در واقع متوجه نشده بودید رو توی کتاب بهتر بفهمید. و توی مرحله سوم همزمان با اینکه دارید گوش میدید اون کتاب رو در واقع جلوتون باز باشه و اون رو بخونید. اینجاست که متوجه میشید که چطور در واقع لغات با همدیگه لینک میشن توی زبان انگلیسی. مثلا به جای اینکه بگیم it is a book میگیم it's a book. it's a book. it با is connect میشه، is با a connect میشه و حتی a با book connect میشه. it's a book. خب و این رو شما چندین بار تکرار بکنید، خودتون هم توی اسپیکینگتون میتونید اون رو تقلید بکنید، تکرار بکنید. نکته 10، به جای اینکه دفتر لغات داشته باشید، دفتر جملات طلایی داشته باشید. The notebook of golden sentences. اغلب زبان آموزا معمولا یه دفتر یادداشتی دارن، یه دفتر لغاتی دارن، لغات رو می‌نویسن، معنی فارسیش رو توش می‌نویسن و اینا، ولی موقعی که میخوان صحبت بکنن یا رایتینگ بنویسن اون لغات به ذهنشون نمیاد. دلیلش هم اینه که معمولا مغز ما کلمات رو جداگانه انتخاب نمی‌کنه موقع صحبت کردن یا رایتینگ نوشتن، بلکه اینها رو به صورت عبارات یا به صورت چانک ها در واقع به یاد میاره. برای همینم موقع خوندن یک کتاب انگلیسی وقتی یه جمله دیدید که خیلی ازش خوشتون اومد و احساس کردید که میتونید این رو جای دیگه هم خودتون استفاده بکنید، زیر اون جمله خط بکشید و اون جمله رو در واقع توی دفترتون یادداشت بکنید. ولی فقط این کارم نکنید که جمله رو حفظ بکنم، بلکه اون ساختارش رو هم یاد بگیرید. مثلا اگر جمله دیدید که اینجوری شروع میشد I came to understand that
بلا 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 بلا، سعی بکنید اون ساختار I came to understand that رو برای خودتون در واقع شخصی سازی بکنید. I came to understand that consistency matters more than motivation. من فهمیدم که ثبات بیشتر از انگیزه در واقع مهمه. یا مثلا ساختار یه جمله دیدید اینجوری شروع میشد What matters is، خب این رو برای خودتون شخصی سازی بکنید. What matters is how often you practice. چیزی که مهمه اینه که چقدر تمرین میکنید. نکته 11، بعد هر فصل یک خلاصه خیلی کوتاه از چیزی که خوندید رو بنویسید. این کار باعث میشه که شما اولا understanding خودتون رو چک بکنید، ثانیاً ساختارها، جملات و لغاتی که در واقع یاد گرفتید رو اکتیویت بکنید. نیازم نیست که این خلاصتون خیلی طولانی باشه، در حد 5 جمله کافیه. مثلا فرض بگیرید که کتاب Animal Farm رو خوندید، میخواید خلاصش رو بنویسید. میاد مینویسید که In this chapter we learned that the animals became increasingly dissatisfied. They started questioning how they were treated by the humans and an idea started spreading among them. اینا رو بنویسید کافیه. این کار باعث میشه که شما ریدینگ رو به رایتینگ تبدیل بکنید. یعنی در واقع با خوندن ریدینگ رایتینگ خودتون هم تقویت بکنید. فقط مراقب باشید خلاصتون انقدر طولانی نشه که انگیزه در واقع خوندنتون رو از بین ببره. نکته 12، درباره چیزی که خوندید بلند صحبت بکنید. درست همونجوری که اومدید خلاصه رو در واقع نوشتید، یه بارم خلاصه رو با صدای بلند در واقع بگید به خودتون. باز جملات، ساختارها، لغات اکتیویت میشن، علاوه بر اون سپیکینگتون هم بهتر میشه. یا اگر نمیتونید خلاصه بگید، میتونید از خودتون چند تا سوال بپرسید. مثلا این فصل راجع به چی بود؟ مثلا کتاب اوه رو خوندید، از خودتون میپرسید که شخصیت اوه چطور بود؟ اوه چرا با همسایه‌اش اونطوری رفتار میکرد؟ این سوالات رو که جواب بدید با صدای بلند، شما هم متن رو در واقع بهتر میفهمید، همین که باعث میشه اسپیکینگتون هم بهتر بشه. نکته 13، مثل خواننده حرفه‌ای در واقع کتاب بخونید. یک کتاب رو فقط یک بار نخونید، بلکه میتونید اون رو 2 یا 3 بار بخونید. میتونید بار اول فقط برای فهمیدن بخونید، بار دوم زیر ساختارها، جملات، کلمات، کالوکیشن ها خط بکشید و بار سوم سعی بکنید اون رو بلند بخونید تا اسپیکینگتون هم بهتر بشه. نکته 14، نکته بعدی اینه که فقط یک نوع کتاب نخونید. ببینید رمان خوندن خوبه. رمان خوندن باعث میشه که شما عبارات، اصطلاحات و اینا راجع به مثلا احساسات و اینا رو یاد بگیرید. خوندن کتاب‌های مثلا فلسفی باعث میشه که شما در واقع عبارات فلسفی، ساختارهای در واقع پیچیده فلسفی رو یاد بگیرید. خوندن کتاب‌های علمی باعث میشه شما اصطلاحات علمی رو یاد بگیرید یا بگیم کانتکست‌های علمی رو بهتر درک بکنید. اگر تاریخ بخونید، خب راجع به تاریخ در واقع عبارات تاریخی شما بهتر، مثلا لغت دایناستی این سلسله، شما احتمال خیلی زیاد با خوندن هیچ رمانی این لغت رو یاد نخواهید گرفت. با خوندن هیچ کتاب علمی هم این لغت رو یاد نخواهید گرفت. پس کی یاد میگیرید؟ اون موقعی که شما بیاید یه دونه کتاب تاریخی بخونید. پس تنوع داشته باشه متریالی که در واقع باهاش دارید ریدینگ انجام میدید. کتابایی رو انتخاب بکنید که دوست دارید، اما توی فیلدهای مختلف. طبیعتاً اینجوری نیست که ما فقط به یه فیلد علاقه‌مند باشیم. به چند فیلد علاقه‌مندیم، توی همه این فیلدها سعی می‌کنیم بخونیم. نکته 15، بعضی کتاب‌ها رو نگه دارید برای آینده. الان وقتش نیست که شما سعی بکنید این کتاب‌ها رو بخونید. همونجوری که اول این ویدیو توضیح دادم بهتون، شما وقتی سطحتون B1 هستش نباید کتاب C1 بخونید. به مشکل میخورید، نمیتونید کتاب رو ادامه بدید. نه تنها در واقع این باعث میشه که شما اون کتاب رو ادامه ندید، بلکه سرخوردگی هم ایجاد میکنه که بعداً کتابای دیگر رو هم نخونید. یادتون باشه که یه زبان آموز حرفه‌ای اونی نیست که فقط بلده چه کتابی رو شروع بکنه، بلکه اونیه که میدونه چه کتابی رو موقتاً بذاره کنار. نکته 16 اینه که همه جملات رو به فارسی ترجمه نکنید. شما وقتی دارید یه چیز رو به فارسی ترجمه میکنید این اتفاق میفته. انگلیسی، فارسی، معنا. English, Persian, meaning. هدف دراز مدت چیه؟ ما برسیم به English meaning. واسطه فارسی رو در واقع بذاریم کنار.
موقعی که دارید کتاب میخونید بیشتر سعی بکنید تصویر سازی بکنید، تجسم بکنید اتفاقاتی که داخل این کتاب میفته. مثلا اگر دارید رمان The Old Man and the Sea رو میخونید، اون موقعی که داره در واقع صحنه داخل دریا رو توضیح میده، شما تصور بکنید که چه اتفاقی داره میفته توی دریا، توی قایق، پیرمرده احساسش چیه، ماهیه چقدر بزرگه، چقدر کوچیکه و الی آخر. پس سعی بکنید تصویر سازی بکنید، نه ترجمه. نکته 17 اما خیلی مهمه. هر روز کم بخونید اما پیوسته. ببینید شما اگر روزی نیم ساعت بخونید، توی 6 روز هفته میشه 3 ساعت. خب این ارزشش بسیار بیشتر از اینه که شما بشینید یه روز جمعه 10 ساعت بخونید. اون 3 ساعت بزرگتر است از اون 10 ساعت. پس آروم کم کم بخونید ولی پیوسته بخونید. تبدیل به عادت بکنید. consistently این کار رو در واقع هر روز انجام بدید. یادمون باشه که برای یادگیری زبان استمرار بسیار مهمتر از اون هیجان کوتاه مدته. بعضیا جوگیر میشن، شروع میکنن در واقع خوندن رو اینا، ولی یه روز 2 روز انجام میدن و 3 هفته میذارن کنار. این به درد نمیخوره. واقعیت اینه که اگر شما روزی 5 صفحه بخونید، سالیانه تقریبا میشه 1800 صفحه. میشه چندین تا کتاب کامل. پس قدم‌های کوچیک ولی مستمر. نکته 18 اینه که من سعی میکنم کتابای فیزیکی رو، کتاب دیجیتال میخونم ولی کتابای فیزیکی رو در واقع بیشتر استفاده میکنم، چون یه ارتباط در واقع فیزیکی کمک میکنه که ما بتونیم هایلایت بکنیم، جمله رو زیرش خط بکشیم، کنارش در واقع نوت بنویسیم. بعضی وقتا خیلی خوبه که آدم در واقع اینجا درک خودش، احساس خودش نسبت به چیزی که داره میخونه رو بنویسه. نه تنها توی انگلیسی، توی فارسی هم احتمال خیلی زیاد شما وقتی یک کتاب رو میخونید این کار رو میکنید. بنابراین اگر در توانتون بود، متاسفانه الان کتاب خیلی گرون شده میفهمم، ولی اگر در توانتون بود کتاب فیزیکی رو تهیه بکنید و سعی بکنید کتاب فیزیکی بخونید. اگرم کتاب فیزیکی دست اول نشد، حداقل کتاب‌های فیزیکی دست دوم رو بخونید. این کمک میکنه که شما در واقع با کتاب بیشتر انگیج بشید. نکته 19، چند تا کتاب رو همزمان شروع نکنید. یک کتاب رو شروع بکنید، بخونید، تموم بکنید، بذاریدش کنار، بعد برید سراغ کتاب بعدی. تموم کردن یک کتاب توی زبان انگلیسی به خصوص بر شما چطور بگم، خیلی حس خوبی ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه که برید سراغ کتاب بعدی. وقتی چند تا کتاب رو همزمان شروع میکنید و همشون در واقع ناقص میرن جلو، اون مومنتم، چطور بگم، موتیویشن، انگیزه پامپ نمیشه در شما و احتمال خیلی زیاد اگر 6 تا کتاب رو همزمان شروع کردید حتی یکیش رو هم نتونید تموم بکنید. کتاب جمع نکنید. تجربه کامل خوندن یک کتاب رو جمع بکنید. نکته 20 و شاید مهمترین نکته، کتاب رو برای یادگیری انگلیسی فقط نخونید. ما کتاب رو میخونیم که یه چیزی ازش بفهمیم، یه چیزی رو درک بکنیم، به دانشمون، به کاراکترمون یه چیزی اضافه بشه. این هم توی فارسی صادق، هم توی انگلیسی. کتاب رو بخونید چون میخواید یه چیزی راجع به انسان، راجع به طبیعت، راجع به دنیا یاد بگیرید. مثلا اگر کتاب A Man's Search for Meaning رو میخونید، شما صرفاً برای یادگیری زبان این رو نمیخونید، بلکه میخونید که درباره رنج، معنا و انسان یه چیزایی رو یاد بگیرید. اگر سیپینز رو میخونید، میخواید با تاریخ در واقع تکامل انسان بهتر آشنا بشید، نه فقط برای یادگیری چند تا لغت. Think Again رو میخونید تا راجع به تصمیمات و تصورات خودتون و دوباره فکر کردن یه چیزایی رو یاد بگیرید. The Stranger The Fall رو میخونید تا با پرسش‌های فلسفی و اخلاقی در واقع مواجه بشید. وقتی واقعا به ایده های کتاب علاقه دارید، تمام توجهتون روی یادگیری زبان نمیره، بلکه شما سعی میکنید بفهمید که نویسنده چی داره میگه. نویسنده میخواد چه چیز رو به من یاد بده، یا اینطوری بگم من میخوام چه چیزی از این کتاب یاد بگیرم. اینطوری که شما میخواید ادامه بدید و برید فصل بعدی رو بخونید. و در تمام این مدت زبان انگلیسی هم بدون سر و صدا در حال رشده. این دوتا در واقع پارالل با هم دیگه دارن میرن جلو. لغت‌ها تکرار میشن، ساختارها آشناتر میشن. چیزی که توی چپتر اولی کتاب میخونید 99% توی چپترهای بعدی هی تکرار خواهد شد.
هر نویسنده‌ای سبک خودش رو داره، لغات در واقع خودش رو داره، جعبه ابزار خودش رو داره. شما با اون جعبه ابزار توی فصل 1 آشنا که شدید، توی فصول بعدی در واقع راحت ترید دیگه، میدونید چطوری ازش استفاده بکنید و چطوری درکش بکنید. زبان فقط یه درس نیست، زبان یک وسیله است، وسیله‌ای برای درک دیگران، شنیدن داستان دیگران، آموختن فرهنگ دیگران. پس این تصور رو که زبان انگلیسی هم یه درسیه مثل ریاضی، نمیدونم مثل فیزیک، این رو بذارید کنار. البته اون هم باز فقط درس نیستن، از دید من که خودم مهندسم، ریاضی هم یه ابزاره، ولی زبان یه ابزار بسیار مهمیه که شما باهاش میتونید وارد دنیاهای جدیدی بشید. خب 20 نکته‌مون تموم شد. اگر بخوام همه رو جمع‌بندی بکنم یه جا، اینه که کتاب صحیح انتخاب بکنید، زیاد درگیر لغات نشید، قانون 95% رو رعایت بکنید. اگر دیدید خیلی تو اون صفحه براتون لغت داره در میاد، ادامه ندید، بذاریدش کنار. بعد جمله های طلایی رو یادداشت بکنید به جایی که فقط لغات رو در واقع یادداشت بکنید. بعد خلاصه نویسی بکنید، راجع به اون صحبت بکنید. اگر فایل صوتی داره کتاب، فایل صوتی رو هم همراه با کتاب گوش بدید. لازم نیست روزی 50 صفحه بخونید، روزی 5 صفحه هم بخونید کافیه. نیاز نیست که معنی همه لغات رو در واقع شما بدونید. و اینکه از امروز بیشتر نخونید، بلکه بهتر بخونید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً برام کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید. میتونید سطح خودتون رو بنویسید، چون توی ویدیوهای بعدی من میخوام کتاب‌هایی که مناسب هر سطح هست رو به شما معرفی بکنم که شما بتونید در واقع ریدینگتون، اسپیکینگ و رایتینگتون رو بهتر بکنید. و نهایتا این که اگر دوستی دارید که میخواد انگلیسی بخونه، لطفاً این ویدیو رو براش فوروارد بکنید که وقت خودش رو در واقع تلف نکنه با بعضی اشتباهاتی که خیلی ها میکنن. چنل ما هم یه ذره سابسکرایبرش بیشتر بشه.